خدا خواهد. دویم سوال درباره انشاءالله خدا خواهد، یعنی نگاه داشتنی ما و شما پیشکش میگیم، بعضی ها گربش میگن انشاءالله خدا خواهد. یک زن سوال دادین که آیا ما هم پیشکه یا گربه را در خانه یعنی تربیه کنیم از روی نقطه نظری شرعی گناه هست ثواب است؟ انشاءالله من یک چند حدیث های پیامبر علیه السلام میارم. البته گربه از آن من بزرگای خدا گفتن این از یعنی حیوانای افلاس نبوده است، این پیشک از حیوانای افلاس نبوده است انشاءالله خدا خواهد. اگر مبادا خونه انشاءالله تربیه کنین هیچ یک خدا خواهد انشاءالله ضرر نداشته است. حتی پیغمبر گفتن که در حدیث مبارک که یعنی کسی که رحم دارد الله رحمان و رحم میکند، یعنی نه آدمو بلکه نسبت مخلوقات ها را انشاءالله خدا خواهد. خانه یک گنجشک است کس میخدا خواهد. امام بخاری حدیث است که حتی گفته لانه هایی که در خانات و گنجشک ها لانه میکنن ویران نکنه. میتونین که ما یکتمون زن ما اگر که جدا شود همه محله آه میگیم خانهش ویران شد، آه خانه سوخت، آه حیات سوخت، همه بیچاره هم خانهش ویران نکنه. گفتن رحمش کنه الله مهربان انشاءالله خدا خواهد رحم میکند. در حدیث پیغمبر است از سبب انشاءالله خدا خواهد یعنی حیوانا را عذاب دادن یک انسان انشاءالله خدا خواهد دوزخ رفتیان. میگه یک زن میگه یعنی سبب دوزخ شدنش یک پیشی گربه را گرفتاده است در خانهش، قوا کرده آب و افقاد ندادن بعد وفات کردگیشنده الله سبحانه و تعالی اون زن دوزخی کرده. بینین برای چی رسول که چوکی سرش نداد که یعنی رزق روزش خودش یافته بخره. ما شما مولا داریم که در خانمون گاو و گوسفند و در وقتش افقاد شبته ایلا جواب میتی پیش خدا نه، در وقتش خوراک شبته. یا گم که مادرها من کودکا خدا خد فرزندا داریم. مثال ویام در وقت شیر شیاتیه، در وقت حیوانا مالا را چکا کنین آزوقش نبتین انشاءالله خدا خواهد. همین دم اگر ظلم کنه پگه ظلم جوابش میگیریم. یک جوان میگه رفته سادات بسیار تشنه بود، یک چاه دور من میگه آب خورد و برمد. رفته سادات میگه یک سگ کچکش میگه ماشما همین کچک میگه از تشنگی من یک خاکی نمالیسیده است. گفت میگه همین هم مثل من تشنه است. گشته میگه برفته میگه همون خودت اومدد کاوشنده براورده میگه همون سگ آب دادگیشنه جنتشی داده. بینه نزدان من برای یک سگنده رحم کردن شد. ما انسان همونی آزار شد ولی انسان آزار دادنش نه خدا خواهد انشاءالله. نگاه داشتن گربه ها در خانه درست از دانی من یگان خدا خواهد ضرر ندارد. حتی در روایتی هست که انشاءالله خدا خواهد پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعنی خودشو گربه انشاءالله پیشک داشتیه. حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم بینید پیشک داشتیه، تربیهشو میکردیه. حتی میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک روز میگه در دومنکش میگه پیشک خواب بود. پیغمبر علیه السلام به خاطر خواب و ایرام نکردن هوای همون جوه که ایوش نبری دادیان خسته برفت دادیان. یعنی حتی رسول الله بعضی روایت ها میگن که وقتی که همون پیشک ماو میکنه است یا رحیم یا رحیم میگفت است الله ها ذکر میکنه است. بینید سبحان الله الحمدلله. بینید از آن من ذکر میکنه است چون که در این باره آیت است استعیذ بالله یسبح لله ما فی السماوات و الارض. خدا میگه ذکر میکنن تسبیح گو از همه روی دنیا ده بده که اشیای همه چیزا الله سبحانه و تعالی تسبیح میگن. این گربه هم انشاءالله خدا خواهد تسبیح میداد است. ابو هریره گفته که یک صحابه است خودش نامش عبدالرحمن است، عبدالرحمن سحر. همین عبدالرحمن سحر رسول الله صلی الله علیه و سلم نامش چی ابو هریره پدر پیشکان مون دادیان. سبب که در کجا یک پیشکه بیند ابو هریره گرفته خانه‌شو برده خوراک داده تربیتش میکردن.
صحابه گفتن که این همین گربه های افلاس هم، پیشک های افلاس هم بوده تربیه میکند. وقتی که میگه در دست یک پیشکچه بود، رسول الله پیشکچه در درون آستینش بجا کرد دیدن. رسول دیدن که چی است؟ یا ابا یا عبدالرحمن؟ گفته دیدن که پیشک است. گفته که کنی نشان دادن بعد ابو هریره تو پدری پیشکان هستی گفتن. تو این کتی فخر که گفتن ناموس نکرد. فخر است که تو یک مخلوقی ضعیفترینی، الله چیکار میکنی؟ رحم میکنی. نبینین عزیزان من تا چی اندازه انشاءالله خدا خواهد چی است. فقط طبق امام اعظم رحمت الله علیه مذهب ما و شمانده پس خورده پیشیک گربه مکروه است عزیزان من. فقط احتیاط میکنی خانوانده باشد مخلوقات افقاد آبان زندگر هوای مکروه میشود. مکروه دیگه دادری حرام او مکروه استفاده برده میشود. اگر دیگر خیلی نمودی آب نباشه گفتن بزرگای اسلام استفاده برای ضرر ندارد. نه که دیگر آب باشد او آب ما استفاده برده نمیتونیم. پس خورده یعنی گربه پیشیک فقط چی است؟ مکروه است. انشاءالله خدا خواهد میتونین شما خدا خواهد و تربیه کنین انشاءالله خدا خواهد. مبادا خانه آمده باشد یگان ضرر ندارد انشاءالله خدا خواهد. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه‌اشو چیکار میکردن؟ گربه داشتن. حتی نام گربهشو معذب است انشاءالله خدا خواهد. الحمدلله پیامبر صلی الله علیه و سلم. بعد خدا خواهد این مسئله همین است. کسانی میتوند انشاءالله خدا خواهد گیرین یا نگیرین هیچ یگان ضرر ندارد. اگه که بعضی که همین ساعت دوست دارد و انشاءالله کند هیچی نه. وقتش نفخوش تیاد خدا خواهد. چون که وقتش 70 داده گیرین اگر بیان کنترل کنین هر سون نولش نمیزند. از سبب بچه گشنگیش میزند. بعضی همین پیشدارو که من گام میزنه میگه داملا همین وقتی نجاست چیکره میگه ماما کرند میگیرد میگه یا پیش در دیدن میگیرد میگه درش میکشیم رفته جایی نمیگه نجس میکنن بم میاد میگه خواب میراد یگان ضرر ندارد و هم آهسته آهسته میفهمد انشاءالله خدا خواهد. و هم خدا شما فهم دادگی عقل دادگی نیست خلاص فهم ادراک دارد انشاءالله خدا خواهد.